فوتبالیست ها. سوباسا به اینجا نیومده تا بازیکن نیمکت نشین بشه. درسته. اون علیرغم دشوار بودن امتحان شایستگی بازی کردن در تیم الف رو پیدا کرد. اما با این وجود نباید در قضاوت عجله کرد. باید منتظر تصمیم سرمربی باشیم. سوباسا حاضر. تو در خط میانی با تیم الف بازی خواهی کرد. وای، این همون چیزیه که انتظارشو میکشید. اون به عنوان بازیکن خط میانی انتخاب شد. خیلی خوب سوباسا، آماده باش. زود باشید، شروع کنید. عالیه. اون تلاششون میکنه تا از موقعیتش محافظت کنه. سرمربی اونو زیر نظر میگیره تا نسبت به درست بودن تصمیم خودش مطمئن بشه. زود باشین برای مسابقه بعدی آماده شین. ممکنه تصمیم سرمربی قطعی نباشه. به خاطر همین باید اونطور که شروع کردم ادامه بدم تا نشون بدم شایستگی شرکت در اولین مسابقه لیگ برتر دارم. چی؟ مانع ورود هوادارا میشن؟ اونا نمیخوان کسی تمرین کردن تیمو ببینه. این کار درست نیست. من به زور وارد میشم. ولی من باید حتما سوباسا رو ببینم. نگهبانا مشغولن. همونطور آره حتما. من اینجا در امانم. عالیه. الان سوباسا با تیم الف بازی میکنه. فهمیدم. ریول میخواد امتحانم کنه. توپو دور از پام شوت کرد ولی من بهش میرسم تا گل بزنم. حالا آفرین سوباسا. پاس خیلی خوبی دادی. ازت ممنونم. اون بازیکن بسیار شجاعیه. درسته، اگه شجاعتش نبود نمیتونه چنین گلی رو به ثمر برسونه. بله درسته. اونا ریوال مثل همن. دو بازیکن موفق یه گنج بزرگ برای تیم هستن. همینطوره دوست دارم. عالیه. آفرین دوست من. عالیه. ای بچه چطور وارد اینجا شدی؟ خب با چه؟ دو تا پام. بایسته سرکت بایسته. زود باشین. کی اول شوت میکنه؟ به نظر میرسه فورتو خیلی از خودش مطمئنه. اشکال نداره، بهتره الان امتحانش کنیم. امتحانات آینده بسیار مهمن. در طی اونا 2 تن از بازیکنهای ذخیره به عنوان بازیکنهای اصلی انتخاب میشن. زود باشین. یکی تو شروع کنه دیگه. اشکال نداره، من میخوام اول شوت کنم. زود داشت ببینم چی کار میتونی بکنی. اون یکی از بازیکنهای مهم ایتالیاست. اون به خوبی دریبل میزنه و از راه دور شوت میکنه. عالی بود. دست نذارید خواهش میکنم. شوت بعدی رو من میزنم. اسمش مارویه. اونم یکی از بازیکنهای تیم ملی ایتالیاست. به خاطر سرعت زیاد و سبکبال بودنش لقب پرست. گل! حالا نوبت منه. تیودو بازیکن فوق‌العاده‌ایه. کوماسی هم شوت‌های محکمی داره.
اما ساندرز یکی از گلزنای تیمه. بازی اونا واقعا عالیه. کاکر الان نوبت توه. زود با شوت کن کاکر. خدای من، من آمادگی نداشتم. اشکال نداره، باید حواستو جمع کنی. نکنه گرسنته. کافیه دیگه. من الان شوت میکنم. دور شو. ولی تو دفعه قبل نتونستی توپ خوب کنترل کنی، یادت رفت؟ دوباره سعی میکنم. حالا به من نگاه کنی. چی؟ واه عجب شوتی بود. دروازه‌بان در جا خشکش زد. من شکست نمیخورم. به شما ثابت میکنم شایستگی شرکت در تیم به عنوان بازیکن اصلی رو دارم. خواهید دید. کاکرو، پای راستت خیلی قویه. تو یکی از ستاره های مسابقات لیگ برتر ما خواهی بود. زود باشید حرکت کنید. زود باش. ممنونم. گل خیلی زیبایی بود برناس. آره اما پاسای تو زیباتره سواسا. تمرین تموم شد. الان میتونید یکم استراحت کنید. حتما. سوباسا، بله. در نیمه بعدی جاتو عوض کن. بازی در سمت راست امتحان کن. باشه چشم. چرا سرمربی ازش خواست جاشو عوض کنه؟ شاید میخواد اونو در نقاط مختلف زمین امتحان کنه تا مناسب ترین جا رو واسش انتخاب کنه. واسش بهتره که در نوک حمله باشه. تا به این لحظه نمیدونیم اون تو کجای زمین میخواد بازی کنه. درسته. ای سوباسا، خودتو با فکر کردن خسته نکن. زود باش. حق با توه. مهم اینه که ما به نفع تیم بازی کنیم. درست میگم یا نه؟ بله. اون یکی از بازیکنان شگفتی ساز تیم کاتالونیا است، گرانجوس. ویکی، اون یه بازیکن فرانسویه. اینم بیرتو، سریع‌ترین بازیکن تیممون. اینم ویور که در تیم ملی اسپانیا بازی میکنه. پاساش خیلی دقیقه و خوب شوت میزنه. بگیرش! کاتالونیا بهترین تیم در اروپا است. این همون چیزیه که دنبالش میگشتم. اینجا بهترین جاست تا خودم رو برای شرکت در جام جهانی آماده کنم. اما با این همه باید تلاش بیشتری بکنم تا بتونم موقعیت خودم رو در تیم محکم کنم. حتما این کارو خواهم کرد. حتی یه لحظه رو نباید از دست بدم. هیچ عیب و ایرادی نداره که از بین بازیکنان روش‌های بازی رو یاد بگیرم. آرزوی من اینه که بهترین بازیکن جهان بشم. درسته، بهترین بازیکن. از همینجا شروع میکنم. از جایی که بهترین فوتبالیستای جهان پرورش پیدا کردن. این بازیکن مشکل سازه. نمیذارم اون جامو در تیم بگیره. عجب صحنه. اون ریوال مثل هم هستن که نمیشه اونا رو متوقف کرد. زود باش دوست من، چلو برو، گل بزن، برو. بچه از دستم نمیذارم در بری. این دفعه دیگه نمیتونی در بری. ای بچه کجا میری؟ سوباسا! ریوال، ازت ممنونم. به اونا نشون خواهیم داد که چطور داخل زمین بازی ثمره همکاریمون رو بچینیم. عالی بود سوباسا. گل زیبایی بود. دیگه جای هیچ شکی نمونده که اون در اولی مسابقه شرکت میکنه. من مطمئنم. آره حق با توه. سوباسا ثابت کرد که در همه جای زمین خوب میتونه بازی کنه. اما ما با همه اینها نمیدونیم اون در کدوم پست ظاهر میشه. حق با توه. کی میخواد تصمیمشو بگیره؟ اون مناسب ترین پست رو واسش انتخاب خواهد کرد. باید منتظر بمونیم.
نظرت چیه؟ آفره بچه‌های این شهر همه جا فوتبال بازی میکنن. جای تعجب نداره که فوتبالشون انقدر پیشرفت کرده. آخه میدونه اونا فوتبال رو بخش مهمی از زندگی روزمره خودشون میدونن. واقعا تعجب برانگیزه. بالاخره سوباسا در کدوم پست بازی میکنه؟ مگه از همون نخواستی منتظر تصمیم سرمربی باقی بمونی؟ بله درسته. ولی من از انتظار کشیدن خوشم نمیاد. مشکل روزنامه نگاران اینه که دنبال خبر میگردن. هر چقدرم که قرار از اونا دور باشه. واقعا عجیبه. واقعا خبرنگاری کار سختیه. من یه فکری دارم. بیا پیش بینی کنیم که سوباسا در کدوم پست بازی میکنه. منم موافقم. من میگم جناح چپ بازی میکنه. من میگم جناح راست بازی میکنه. عجله نکنی. حالا نوبت توه. باشه منم شرکت میکنم. به نظرم در خط میانی بازی میکنه. شاید به عنوان مهاجم بازی میکنه. تو کی هستی؟ اسم من برنیتوه. میتونم باهاتون بازی کنم؟ یعنی فکر میکنی ما داریم بازی میکنیم؟ گفتی سوباسا نوک حمله بازی میکنه ولی انگار ریوالو فراموش کردی. بله درسته. اون خوب گل میزنه شکی نیست. اما سرمربی اونو در نوک حمله شرکت نداد. شاید اونو دروازه‌بان بذاره ها؟ بیا تو. سلام آقا. شما دنبالم فرستادین قربان؟ درسته. سوباسا میخواستم قبل از اولین مسابقه لیگ سوالی ازت بپرسم. بفرمایید. تو کدوم پست از زمین دوست داری بازی کنی پسرم؟ تا یه 2 روز گذشته بازی در پست‌های مختلف زمین رو تجربه کردی. خواهش میکنم با صراحت به این سوالم جواب بده. کجای زمین دوست داری بازی کنی؟ در گذشته در نوک حمله بازی میکردم و گلای زیادی به ثمر رسوندم. بعدش با عمو جان ملاقات کردم و از اون خیلی چیزا یاد گرفتم. اون ازم خواست در خط میانی بازی کنم. در این پست من میتونستم تمام تیمو به حرکت وادارم. خط میانی قلب تیمه. اون اصرار داشت من بازی ساز باشم. به خاطر همین در سالهای بعد از اون در همین پست باقی موندم. من به تیم خودم 3 بار کمک کردم تا عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. قلب تیم همون جاییه که من ترجیح میدم. درسته. خط میانی قلب زمین بازیه. نتایج در مسابقات قهرمانی اینو ثابت میکنه. حضور من در برزیل دلیل دیگه‌ای بر صحت این مدعا است. سوباسا تو جزو بازیکن‌های اصلی تیم هستی. آیا آمادگیشو داری؟ من در همه نقاط زمین همونطور که ازم خواسته شده بازی رو تجربه کردم. خط میانی، بعدش جناح راست و بعد از اونم جناح چپ. درسته که من ترجیح میدم در خط میانی بازی کنم، ولی تا وقتی که در کنار بهترین مجموعه از فوتبالیستای جهان هستم برام مهم نیست که تصمیم سرمربی چه خواهد بود. ولی الان باید به این سوال جواب بدم. در کدوم پست؟ آقای مربی، من میخوام بازیکن ذخیره باشم. این جواب منه. از بابت تصمیمی که گرفتی مطمئنی؟ بله. من از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم. من مطمئنم. برام مهم نیست کجا بازی کنم. تصمیم در این مورد رو به سرمربی واگذار میکنم.
همه بازیکن‌ها در پست‌های خودشون خوب بلدن بازی کنن و من نمیخوام جای هیچ کدوم از اونا رو بگیرم. مخصوصا ریولو. اون دیگه رقیب من نیست، بلکه اون الان یکی از بهترین دوستان منه. آقای ادوارد، بهتر خودتون تصمیم بگیرید. بفرمایید آقای سوباسا. ازت ممنونم. این یه غذای برزیلیه. نظرت چیه؟ عالیه. از همسرم خواستم این غذا رو درست کنه تا تو رو به یاد روزایی بندازی که در برزیل به سر بردی. نظرت چیه؟ از شماها خیلی ممنونم. من از این غذاها قبلا خیلی خوردم. گوش قلقلی غذای مورد علاقه منه. منم خیلی دوست دارم. واقعا؟ عالیه، همونطوری که در گذشته بود. سوباسا بهتر راحت باشی، اینجا خونه ای خودته. شنیدم آقای ادوارد امروز تو رو به دفتر کارش دعوت کرده. این درسته سوباسا؟ ببینم واسه چی این کارو کرد؟ بله درسته، حق با توه. اون میخواست برم تا از هم یه سوالی بپرسه. اون ازم خواست تا پست مورد علاقه خودم رو در تیم مشخص بکنم. همش همین بود ریوال. واقعا؟ ببینم تو به سوالش جواب دادی؟ خب معلومه. یه لحظه اجازه بده دوست من. میتونی جوابو پیش خودت نگه داری. من دوست ندارم بدونم که بین شما چه صحبتی رد و بدل شده. عمو جون بگین ببینم کشورتون قشنگه؟ از کشورتون برامون بگین. کشور من خیلی قشنگه، به قشنگی کودکان. پس اینجوریه. میخوای تو به فوتبالمو ببینی؟ آره. از شما ممنونم. دوباره به دیدنمون بیا عمو جون. بیاین اینجا تا تو باغمون بازی کنیم عمو. باشه، حتما دوباره میام. بهتون قول میدم. هر وقت بیای قدمت روی چشم. ما منتظریم دوباره به دیدنمون بیای. از شما ممنونم. شبتون بخیر. به امید دیدار. بازم پیشمون به امید دیدار بچه‌ها. اون بازیکن با اخلاقیه. هیچ فرقی بین شما نمیبینم. شما همش راجع به فوتبال حرف میزدین. خیلی عجیب نیست. ما هر دو فوتبالیستیم و فوتبال همیشه تمام فکر و ذکر ماست. امیدوارم دوستیمون ادامه پیدا کنه. تا چند روز دیگه لیگ برتر اسپانیا شروع میشه. من تمام تلاشمو به کار میبرم تا کمکت کنم ریوال. اینو بهت قول میدم. سوباسا زود بیا، سرمربی تو رو خواسته. باشه. خیلی دیر کرد. یعنی کی بیرون میاد؟ ها؟ باشه، بعدم باید تماس میگیرم. من خبر مهمی از ایتالیا دریافت کردم. چه خبری؟ روبرتو دچار مصدومیت شده و نمیتونه در اولین مسابقه تیمش شرکت کنه. چی؟ الان کاکرا رو انتخاب میکنن تا به جای اون بازی کنه. درسته، کاکرا شاید تو مسابقات لیگ برتر قاره اروپا هم شرکت کنه. از تشریف فرمایی شما ممنونم آقایون. نکته مهمی رو باید به عرض شما برسونم. آقای ادوارد قبل از شروع تمرین پستی رو که برای سوباسا در نظر گرفته اعلام خواهد کرد. بسیار خوب، میتونید برید. ممنونم، این همون لحظه ای که منتظرش بودیم. امیدوارم پست مناسبی براش انتخاب کرده باشه. باید اول این خبر رو بفرستیم. سوباسا، در تیم الف تو جزو بازیکنهای ذخیره نیستی. جزو بازیکنهای اصلی هم نیستی. گوش کن، تو جزو بازیکنهای تیم ب خواهی بود پسرم.
جزو تیم ب خواهم بود. اما بازیکنان این تیم هنوزم آماتور هستن. من توپو تو زمین سرمربی انداختم تا اون تصمیم بگیره در کدوم پست بازی کنم. چرا چنین تصمیمی گرفت؟ منو به تیم ب برگردون و به عبارت دیگه منو به اولین روزی که به اسپانیا اومدم برگردون. آیا این تصمیم سرمربی قطعی خواهد بود یا اینکه داره به موضوعی فکر میکنه که من نمیدونم چیه؟ دوستان، همچنان در برنامه ما حوادث غیر منتظره زیادی انتظار شما رو میکشه. با ما همراه باشید. به امید دیدار. پایگاه اطلاع رسانی راسخون